وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک ساکن 19 ساله نویه کوشانیان با اتهام دست داشتن در 12 حالت دزدی خبر داد. طوری که افق قادریان پدپلکاوری که میلیسا و سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان خبر داد در اساس عریضه های شهروندان به شعبه میلیسا نویه کوشانیان عاید از منزل های استقامتیشان از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن اشیاء روزگار از قبیل محصولات ساختمانی، مواد خوراکه، دستگاه‌های آبکشی، عرابه‌ها و تجهیزات‌های برقی از حساب کارمندان میلیسای نویه مذکور گروه فوری جستجویی تأسیس داده شده. یک نفر ساکن نویه مذکور که چند مدت دست به دزدی اموال مردم زده است دستگیر کرده شد. این نفر استانوف محمد رحیم سال تولدش 2003 ساکن جماعت دیهات مینت‌آباد نویه کوشانیان می باشد که پیش نیز با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده و بعد به آزادی برآمدن بنا به گزارش افق قادریان تکرارا کردارهای جنایتکارانه خود را دوام داده است. از فرصت به خود مناسب استفاده نموده شبانه با طریق پنهانی وارد منزل‌های استقامت و انبارهای شهروندان گشته اشیاءهای روزگار ساکنان را دزدیده از جای حادثه غیب می‌زند. ضمن پرسش و پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که گمان شونده در 12 حالت دزدی دست دارد. گفته می شود در گزارش نسبت استانوف محمد رحیم در شعبچه تفتیشاتی میلیسای نویه کوشانیان بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد و او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند.